درس میگوید. ما با قبلگاه خود میگم پدر جان با آرزویت رسیدی و ما یافتم چیزی که تو میگفتی و چیزی که ما را گفته بود ما را پیدا کردیم و چیزی که ما را امر میکرد موفق شدیم که ما را تنفیذ کنم میره و این بسیار جای شادی و خرمی پدر ماست. امید دارم ما از تاجیکانی که در مدینه هستن و در همه جا هستن باید دست همه به هم داده تاجیکستان را گلستان علم و فرهنگ بسازیم. باید ما خود به اقربترین وقت در آغوش وطن خود برسانیم. اگر ما خرسندی همه شما را در یک پهلو بگذاریم و خرسندی مرا در یک پهلو شاید که ما وزبین تر شوم. همیش در عشق وطن سوختیم معالی توانستم که قلبی تشنه خدا آب یخسرش بریزم و این لحظه فرحت ما نمیتونم که تصور به لسان کنم. با سخن گفتن خیلی دشوار نمیشود. قلم میشکنه زبان میگیرد و ما هم شکرگزاری پهلوانانی تاجیکستان که یکی به نام برادر سید نورالله و دیگر سید احتم اینا سبب رئیسی ملتقا شدن ما و شما بوده و همونا را ما شکرگزار هستم. افغانستان، سرزمین افغانستان نقش بزرگ و سازنده را در همه سده‌ها در تشکل تاریخ و تمدن این قاره آریایی خراسان بزرگ داشته بود. در افغانستان مناطق نیست، محلی نیست که اهالی تاجیک نداشته باشد. مضافات‌های بدخشان و هرات، بغلان و تخار، سمنگان و مزار شریف مکان تاجیکان است. پنجه جنگ و استبداد چندین سال می شود که از سر مردم اذیت دیده افغان دور نمی رود. این جنگ خانمانسوز هزارها تاجیکان افغانستانی را از وطن بی وطن ساخت. امروز به حیث گریزه و مهاجر برادران افغان را در تمام دنیا دچار می آییم.
ما مخالف هر گونه جنگ در گذشته هم بودیم، حالا مخالف جنگ در داخل شهر و در بین قصبات و در بین مردم خود هستیم و ما امیدوار به ایستیم که طالبان معقولیت بپذیرند و پیش از این که ما مجبور شویم که دست به جنگ بزنیم آماده شوند که آتش بس اعلان شوند. فرزندان غیر و دردآشنای افغانستان به مثال احمد شاه مسعود که در دامن پرعطوفات تمدن بزرگ شدند، برای آن به دنیا آمدند تا اقوام خیش را از این بی‌شفقتی های زمانه و تندباد ایام رهایی بخشند. ما با آینده خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که حالا روابط الحمدلله روابط خوبی با حکومت تاجیکستان داریم. امیدوار هستیم که در آینده این روابط هم از نقطه نظر سیاسی و در عرصه فرهنگی، در عرصه اقتصادی، در همه عرصه ها گسترش پیدا کنه و بهترین روابط دو کشور همسایه بین خود داشته باشه. تضاد زندگی را ببینید. وقتی به سر مردم تاجیک روزهای دهشتبار و فاجعه انگیز آمد، هموطنان زیاد ما باز در آن سوی دریا در افغانستان همسرحد و همسایه پناه یافتند. عده‌ای از این جنگ ها جان به سلامت بردند. عده‌ای در غریبی بیکس و تنها دور از خاک وطن در عشق وطن سوختند و جان دادند. از خود تنها قبرستان ها را به یادگار گذاشتند. با ایشادی را مردم که مثل وطن برم که با همه حکومت با یکی مایمونه بونی کنه. اینا چی بون دیگه همه نام عبدالله نوری و عبدالله نوری را هزار جون کنه. ایمان بسیار پرورد امام علی را ارچه ساز بگردونه که ما را با گشته با به وطن بوده با انتظار ما بوده ما را گشته و سلم میسر و گرد و قطعی آزادی شباب و خواستیم خواستباق شباب دیگر جنگ جنجال و کمون سیره باش ایسر شمون نابود شوند هم دیگر هم اتفاق شوند هم دیگر شد سنگی ارمانی شوند هم دیگر شو ارمانی شوند. از آن سوی دریا همه روز هزارها هموطنان فراری ما باز به مکان خیش به آغوش تاجیکستان عزیز برمیگردند. چراغ خاندان خود را فروزان می کنند. باز زندگی رو به بهبودی می نهد. بس است جنگ و جدال، گریه و ناله، فغان و حسرت. ایامی در رسید که تاجیک و تاجیکستانی از پستی و بلندی ها، از تلخی و شیرینی های زندگی سبق بگیرد، شرف ملت را حفظ نماید،
عنعنه‌های نیک بشر دوستانه اجدادانش را ادامه دهد، صلح را در کشور مستحکم و پایدار گرداند. ما را در این راه دشوار و مرکب ولی شرفمند و پرمسئولیت وحدت و یگانگی می باید.